آشپزخونه احد در شارع شهدا قرار داره، برای همین نامگذاری شده به نام آشپزخونه احد. الحمدلله وضعیت بهداشت و مواد غذایی از کیفیت مطلوب و قابل قبولی برخورداره. خب دوستان ما، همکاران ما در آشپزخانه مرکزی احد همه تلاششون اینه که بتونن یه غذای سالم، بهداشتی و مطلوب برای زائرین آماده کنن که انشالله زائرون بتونن به اعمال و مناسکشون و زیارتشون بپردازن. مجموعه دوستانی که اومدن از سر اخلاص همه توانشون رو گذاشتن که بتونن به زائرین ضیوف الرحمن خدمت کنن. اون عشق و علاقه‌ای که به این خدمت دارن اینا رو به اینجا رسونده که از صبح تا پاسی از شب تمام تلاششون رو میکنن که رضایت زائرین جلب بشه. چون یه پخت گروهی داریم انجام میدیم و متناسب با ذائقه اقوام کل کشور، یعنی غذاهایی که مورد قبول تمام اقوام باشه ما اینجا داریم تپ و توزیع میکنیم. این ملاک ما در تهیه غذا و بهداشت غذا سرلوحه کارمونه. شاید نتونیم در کل نیاز همه زائرین را با سلایق خودشون تامین کنیم، ولی سعی میکنیم که یه غذای مطلوب و مورد پسند زائرین ان شاء الله ارائه بدیم.